سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم به سراغ حل کردن سوالات هوش محاسباتی آزمون سال 1404-1405 تیزهوشان. بریم این سوال حل بکنیم. بریم ببینیم که به چه صورتی حل میشه. این سوال نسبتاً ساده است. اونقدر سوال سختی نبود، ولی خب لازم بود که بچه‌ها یه درک زیادی از در واقع درک مطلب و اینها داشته باشن، بتونن خوب متن سوال رو درک بکنن. بریم سراغ حل کردنش. میگه شماره روز تولد پیام 2 برابر شماره روز تولد پدرامه. خب ما اینجا به یه نکته رسیدیم. شماره روز تولد پیام 2 برابر شماره روز تولد پدرامه. بذار من اینجا پیام و پدرام رو بنویسم. خب پیام در یک روزی و در یک ماهی به دنیا اومده، پدرام هم در یک روز و در یک ماهی. ما الان فهمیدیم شماره روز تولد پیام 2 برابر شماره روز تولد پدرامه. خیلی خوب، ادامه بدیم. شماره ماه تولد پیام 10 تا بیشتر از شماره روز تولد خودش است. چی شد؟ شماره ماه تولد پیام 10 تا بیشتر از شماره روز تولد خودش است. اوکی؟ اگر ماه تولد پدرام بهمن ماه با شماره 11 باشد، حاصل ضرب شماره روز و ماه تولد پیام کدام است؟ خب بعد شماره روز و ماه تولد پیام رو به دست بیاریم، در هم ضرب بکنیم تا به حاصل و گزینه درست برسیم. خیلی خوب، چجوری این کارو بکنیم؟ آقا به این بخش نگاه کن. میگه شماره ماه تولد پیام 10 تا بیشتر از شماره روز تولد خودش است. ما از این چه استفاده میتونیم بکنیم؟ میگه شماره ماه تولد پیام. آقا شماره ماه چیا میتونه باشه؟ از 1 میتونه باشه تا 12. درسته؟ 1 تا 12 شماره ماه اینجوریه. 10 تا بیشتر از شماره روزه. شماره روز چیا میتونه باشه؟ میتونه 1 تا 31 باشه. حالا در اینجا مشخص نیست، حالا 1 تا 30 یا 1 تا 31. میگه شماره ماهش 10 تا بیشتر از شماره روزشه. شماره ماه 10 تا بیشتر از شماره روزه. فکر بکن اگه شماره روز 3 باشه، شماره ماه چند میشه؟ میشه 13. اصلا منطقی نیست دیگه، چون ما ماه 13 هم نداریم. پس اصلا 3 نمیتونه باشه. پس تنها گزینه هایی که میتونیم برای روز تولد در نظر بگیریم 1 و 2. گرفتی چی شد؟ تنها گزینه هایی که میتونیم برای روز تولد پیام در نظر بگیریم 1 یا 2. 1 رو اگه 10 تا بیشتر بکنی میشه 11 و 2 رو 10 تا بیشتر بکنی میشه 12. شماره ماهش یا 10 یا در واقع 11 یا 12. اگه شما 3 بذاری عدد 13 میشه، میره بالاتر. پس عددهای بیشتر از 2 رو نمیتونی برای روز تولد پیام در نظر بگیری. خیلی هم عالی. دیگه ببینیم به چیا میتونیم برسیم. میگه ماه تولد پدرام شمارش 11. ماه تولد پدرام 11. حالا بریم اول این سوال رو نگاه کنیم. میگه شماره روز تولد پیام 2 برابر شماره روز تولد پدرامه. شماره روز تولد پیام 2 برابر شماره روز تولد پدرامه. خیلی خوب، ما گفتیم برای پیام میتونیم 1 یا 2 در نظر بگیریم، درسته؟ و از طرفی میدونیم که شماره تولد پدرام نصفشه دیگه. اوکی؟ شماره تولد پدرام باید نصف پیام باشه. تو سوال برعکسشو گفته پیام 2 برابر پدرامه. ما میتونیم اینجوری فکر بکنیم که حالا پدرام نصف پیام. حالا شما اگه 1 در نظر بگیری در اینجا، پیامو 1 بذاری، پدرام روز تولدش میشه چی؟ میشه نیم. ما همچین چیزی داریم؟ نداریم دیگه. به خاطر همین تنها گزینه‌ای که برامون میمونه 2 در پایین 1. دیدی چقدر ساده شد؟ 2 1 10 تا بیشترش 12 ضرب میکنی 24.